درود خدمت دوستان همراهان گرامی. یه اره عمودبر ماکیتا داریم، دستگاه در حین کار جام کرده. خب بریم بازش کنیم ببینیم مشکل دستگاه چی هستش. خب دوستان، همطور که میبینید این دوتا پیچ ناودونی باز شده و این یکی دوتا پیچ هم شل است، سرشون هم خورده شده با توجه حرکت رفت و برگشت که داشته و این دوتا پیچ هم افتاده داخل گیربکس. همطور که میبینید دوتا پیچ هم کج شده و مسلما به گیربکس هم باید آسیب وارد کرده باشه. بس لازمه که ما این گیربکس رو به طور کامل باید بشوریمش، تمیزش کنیم و این قسمت رو ببینیم آسیب ها در چه حدی هستش. بریم بازش کنیم و اینا رو تمیز بشوریم بیایم برای ادامه ویدیو. البته ما نمونه اینو داریم توی کانالمون و اونجا هم مکانیزمش توضیح دادیم هم نحوه مونتاژشون. خب اینو بشوریم، تمیزش کنیم، بیایم برای ادامه ببینیم چه آسیب هایی به دستگاه وارد شده. خب دوستان، ما دستگاه رو باز کردیم و تمیز کردیم و مشخص شد که این دوتا پیچی که باز شده بود و به همراه این غلطکی که از اینجا در اومده بود، از این قسمت در اومده بود، رفته بود داخل گیربکس. همونطور که اول ویدیو اشاره کردم گفتم این هزینهش زیاد میشه، خرابی هاش زیاد میشه. درست بوده حدسم. این پیچا رفته داخل گیربکس و این دنده نوک آرمیچر رو توجه داشته باشید کاملا نابود کرده و سوخته این دنده و دنده لنگ هم به این صورت خورده شده و خراب شده و همچنین این غلطکه. من پیچا رو پیدا کردم اما یه غلطکی دارم، غلطک پیدا نکردم، تمیزم کردم، حالا نمیدونم دیگه کجا افتاده. به هر حال لازمه که تو چنین مواقعی، چنین مسائلی که پیش میاد، دستگاه رو کاملا بشوریم و اون قطعات معیوب رو حتما پیدا کنیم. ولی نکته قابل توجهی که تو این دستگاه باید بهش اشاره کرد اینه که این حجم از خوردگی و توی این پیچ ها نشون میده که این کار یکی دو ساعت کار نیست یا چند دقیقه کار نیستش. من برای این منظور همین که هزینه رو برآورد کنم به صاحب دستگاه زنگ زدم، گفتم که آقا این چیزی که من باز کردم مال قفل کردنه، مال یکی دو دقیقه نیستش، این احتمالا قبلا یه موردی داشته. و گفتن آره یه مدت پیش دستگاه که داشت کار میکرد یه صدای غیر عادی من از دستگاه شنیدم، ولی خب با توجه به اینکه این دستگاه داشت کار میکرد توجه نکردم. گفتم حالا داره کار میکنه دیگه، همینطوری استفاده کردم تا اینکه تا چند روز پیش دستگاه دیگه کاملا قفل شد. خب این حرفای دوستمون نشون میداد که این همون چند وقت پیش که صدای غیر عادی از دستگاه داشته شروع میشده، این نشون میداده که این پیچا داشته شل میشده. وقتی این پیچا شل میشده این ریل ها خب درز مینداخته، سر صداشون زیادتر میشده، به مرور زمان ازش کار کشیدن، پیچا شل شده، افتاده داخل دستگاه، با دنده ها درگیر شده، این قطعه در اومده، ارتعاشات و نوسانات زیاد شده، تنش ها زیاد بوده. خب به مرور زمان منجر به خرابی این دنده ها شده. حالا هزینه‌ش هم خیلی زیاده، من هزینه‌ش هم براشون اعلام کردم چون قیمت اینا بالاست. ماکیتای 4350 یا آرمیچرش مگنت داره، دیمر داره، قیمت بالایی داره، خود این دنده آلیاژ بالایی داره، استیش بالاست و اینا
یه هزینه بالایی داره. بهشون گفتن که آقا بر من نمیصرفه پول اون هزینه رو بدم، یه دستگاه چینی میگیرم استفاده میکنم. به هر حال این یک ماکیتاست، دستگاه خوبی هست. اینو ببینید دوستان، تو چنین مواقع هایی که شما با دستگاه دارید کار میکنید، وقتی با یه صدای غیر عادی توی دستگاه مواجه میشید، اون دستگاه داره کار میکنه. این کار کردن دلیل نمیشه که دستگاه سالمه. اگه توجه نکنید نتیجهش میشه این. خب اون موقع اگه اینو باز میکردن، دو تا پیچشو صفر میکردن، یا اینجا ممکن بود چسب رزوه نداده باشن، سرویس میکردن، تمیز میکردن، چسب رزوه میکردن، یه دستگاه خیلی خوبیه، دستگاهی که سالها کار میکنه. این دستگاه براشون شاید سالها هم کار میکرد و مشکلی براش پیش نمیومد. این عدم توجه به چنین مسائلی باعث میشه که چنین مشکلاتی برای ابزارها پیش بیاد. این شامل این دستگاه نمیشه. هر ابزاری که دارید، برند اصلی یا حتی چینیه، صدای غیر اضافی توی دستگاه میشنوید، متوجه میشید، سعی کنید دستگاه رو بدید باز کنن، کنترل کنن. به هر حال بگذاریم، این الان میمونه، باید منتظر ببینیم آیا میخواد براش قطعات بگیریم یا این که نه، قطعات ببینیم اگه بتونیم استوکش پیدا کنیم که هزینه‌اش یه مقدار براشون بیاد پایین‌تر، که بتونیم این دستگاه رو براشون مونتاژ کنیم که استفاده کنن، چون دستگاه خیلی خوبی هستن این دستگاه‌ها و به هر حال خیلی بهتر از برندهای چینی موجود تو بازار هستش. من دیگه اینو مونتاژ نمی‌کنم، چون نمونه اینو من داریم توی کانالمون که هم مکانیزمش رو توضیح دادیم و هم دستگاه رو 0 تا 100 بررسی کردیم و مونتاژ کردیم. ویدیوش هست، دوستان میتونن استفاده کنن. موردی بود که خواستم با دوستان به اشتراک بگذارم و مثلا دوستانی که ابزار دارن و استفاده میکنن که لازم بود این مسئله گفته بشه و دوستان حتما این مورد رو حتما توجه داشته باشن که رعایت کنن.